ظهری یکم فеврал جسد شاҳбол Мирзоев یک аскари собиқ را از بیمارخانه ولایت سوخت به قبرستان دهه خشتخانه ناحیه اشت برای دفن انتقال کردند. شاҳбол Мирзоев 7 سال پیش بر اثر لطوکوب شدنش در ارتش آسیب سنگین جسمانی گرفته و تا حال بیماری بستری بود. به اطلاع نزدیکانش وی صبح یکم فеврал درگذشت. سبب مرگ سرباز سابق را حالا طبیبان دقیق شرح ندادند، ولی هفته گذشته خبر رسید که شاҳбол Мирзоев را با علامت‌های بیماری التهاب شوش به بیمارستان ولایتی بردند. Çıkamış varam şurada patlo kardeşim. Düşünce bu var. اینجا چند روز شد که اینجا آورده؟ روز چهارشنبه اینجا. روز چهارشنبه هفته گذشته. چهارشنبه بوده که همون نمود بیماریش چی میگفتن اساسا؟ نمیدونم چی گفتن. پانکراتیت گفتن. یا خیلی پاتو کردش کمیش برام کار پاتو. من کادر تمپراتور واکر همینجا آوره من 6 روز. طبیبا همون دیاگنوزش چی گفتن؟ اون رودا با کیمچی رودا کار نکرد بودم. شاҳбол ساکن ناحیه اشت که امسال 27 ساله شد، ماه مارت سال 2014 بعد لطوکوب شدنش از طرف یک همخدمتش بستری شد و راه رفتن نمیتوانست. طبیبان گفتند که مهره و حرامغز شاҳбол در نتیجه ضربه سخت آسیب دیده است. قضیه او برای چند سال مسئله بادرفتاری را در ارتش تاجیکستان در مطبوعات و جامعه داغ کرد و سبب شد که وزارت دفاع برای پیشگیری از این ظهورات بد در صف نیروهای مسلح چاره‌های علاوه‌ای اندیشد. آن زمان برای لطوکوب شاҳбол Мирзоев دادگاه ماه نوامبر سال 2014 عثمان علی غیرتوف پرستار واحد نظامی نیروهای مرزبانی را به 9 سال زندان محکوم کرد. ولی بعد صادر شدن قانون عفو حکم غیرتوف تا 7 سال کاهش داده شد. با وجود معالجه طولانی با کمک جامعه مدنی در تاجیکستان و روسیه، شاҳбол دیگر از بستر بر نخاست و در یک از مصاحبه‌هایش به رادیو آزادی گفت یگانه آرزویش این است که از جایش برخیزد. آرزویی که او با خود به گور میبرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.